الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد. برادر محترم، درس 45 دو هفته قبلی وسیله و توسل از مقدمهش شروع کردیم و گفتیم که در لغت چی میگه و در اصطلاح چی میگه و ایمان که آل کلمه وسیله در قرآن و حدیث چه قسم آمده است. و دوستایی که هفته گذاشته تشریف نداشتن، فقط دو سه نقطه را گفتیم که اول وسیله یا توسل ای خو یک عبادت است و کسی که سر عبادت گپ میزنه او باید مستند سندی از قرآن داشته باشه و سندی از احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داشته باشه. دیگه بفهمه که اصطلاحی که مربوط به شریعت و اسلام میشه، این اصطلاح ببینیم که علمای اسلام چه قسم تفسیر کردن و تشریح کردن. ما و شما مثلا در افغانستان بعضی اصطلاحات داریم. مثلا یک وقت من در کشور عربی درس میخواندم، برای ما دوستا که خط روان میکردن باز یا من خط روان میکردم نوشته میکردم که نام من نوشته میکردم، باز نوشته معسل سال سوم اشتراکی. عربا که سوال میکردن باز ما را میگفتن که معسل چی مانا، در حالی که محصل کلمه عربی هست، لکن امی کلمه عربی را و محصل عربی اگه بگی من محصل هستم اون نمیفهمه که تو شاگرد پانتون هستی. متوجه هستین؟ و شاگرد پانتون طالب الجامعه میگه، طالب میگن طالب الجامعه. اگه بگی مثلا انا طالب الجامعه، ما یک محصل پانتون هستم، این قسم میگن. باید نشه کنی انا طالب فی السنه الرابعه فی کلیه فلان. اما کلمه محصل اگرچه کلمه عربی هست او به معنای حاصل کننده هست. اینا اگه بر از اونا محصل بگی و نمیفهمن، محصل شاگرد و نمیفهمن. یعنی به عربا اگه شما بگی من محصل هستم او میگه چی حاصل میکنی، اما بر ما در افغانستان اگه بگی من محصل هستم میفهمه که چی هست، شاگرد پانتون است. از این خاطر اصطلاحات شریعت به این شکل فهمیده میشه که بعضی اصطلاحات است که در افغانستان آمده مردم معنای برعکس از او را گرفتن و یا پیش خود خیالی یک قسم معنای دیگه را گرفتن، چرا قبلا یک فرهنگ بوده. از این خاطر در زبان انگلیسی بعضی دوستای که ما مشوره میکنن ترجمه میکنن یا کتابه، یا بعضی دوستا کتابای مرا ترجمه میکنن یا قرآن شریف ترجمه میکنن، آیات ترجمه میکنن. باز وقتی که از ما پرسان میکنن که استاد کدام قواعد ما در انگلیسی مراعات کنیم، باز ما اگه برشان میگم که لطفاً کلمات اسلامی را عین کلمه را به انگلیسی بگوین. مثلا اگر کلمه گاد، اول مردم افغانستان فکر میکنن که گاد یعنی خدا، و وقتی که در قرآن شریف الله می عوض بسم الله الرحمن الرحیم میگن in the name of God most merciful most gracious. این کلمه گاد که استعمال کنی برای اروپایی ها و برای غربی ها و فقط منظورشان از همون جیسس عیسی مسیح هست. اونا گاد جیسس عیسی مسیح هم میگن. پس اگر بگوی جیسس عیسی مسیح، اگر بگوی گاد، اونا پر نظرشان اونمو عیسی مسیح میه. از این خاطر اگر تو بگوی بسم الله را بگوی in the name of God و فکر میکنن تو هم امو عیسی مسیح را میگی. از این خاطر ما حق نداریم که الله را به گاد ترجمه بکنیم، بلکه باید چی بگوییم in the name of Allah most merciful most gracious most merciful. از این خاطر یعنی کلمات چی هستن، اصطلاحات است، یعنی قسم در ترجمه قانونش است. یا مثلا اگر هولی وار میگیم، جهاد ما با هولی وار، یعنی وا جنگ مقدس دارن. جنگ مقدسی که نصرانی ها دارن و یک معنای دیگه در ذهن از اونا داره که اونا بر خاطر رسیدن به هدف خود هر کسی را میکشن و هر کسی را قتل میکنن و بالاخره به هدف خود میرسن و تحت شعار صلیب. اما ما نمیتونیم که جهاد بگوییم هولی وار. ما برش میگیم نه خیر، our جهاد is not holy war. جهاد هولی وار نیست. جهاد اهداف دیگه‌ای داره، برنامه‌های دیگه‌ای داره که با او اصطلاح شما فرق میکنه. به این خاطر همیشه باید در قسمت اصطلاحات و فهم اصطلاحات ما از فرهنگ خود یا از عادات مردم خود یا رواج خود ما از این استفاده نکنیم، بلکه برعکس از او ما باید اصطلاح اسلامی را به مشکل اسلامیش بفهمیم. کلمه وسیله و توسل متاسفانه در افغانستان چون قبلا فرهنگ بت پرستی بوده، بت‌های بامیان مثلا وجود داشته، یا فرهنگ مثلا مخلوق پرستی بوده یا آتش پرستی بوده، از این خاطر به اساسی فرهنگ قدیمی بت پرستی مجرد وقتی که میگی ما وسیله میگیرم فورا اونا وسیله یک شخص میگن، مثل که در بت پرستا پیش یک بت میرن و میگه که بت وسیله ما هست، مرا قریب میسازه به خداوند.
این حال این اصطلاح و این اندیشه از بودیزم و از بت پرستی آمده و متاسفانه مسلمانایی که قرآن و حدیث مطالعهشان ضعیف هستن و درست تحقیق نمیکنن فکر میکنن که والله وقتی که تو وسیله میگیری باید حتما وسیله یک شخص باشه یا پیغمبر باشه یا ملائکه باشه یا بت باشه یا قبر باشه یا انسان باشه. به این شکل در ذهنیت ها خطور میکنن. اما وقتی که ما و شما عقیده در قرآن و سنت میخوانیم، ما تقریبا چندین ماه هست که سرزمی وسیله و توسل چون موضوع بسیار جنجالی هست در افغانستان سر از این تحقیق میکنم تا بالاخره به یک نتیجه برسم. ولی آنچه که من در قرآن عظیم الشان و در سنت رسول الله صلی الله علیه و و در کلام علما خواندم، هیچ جای توسل به معنای بر شخص نامده که آدم بره پیش یک شخص ایره بگه تو وسیله من شد به فلانی، بری پیش یک قبر بگی تو مرا به خداوند نزدیک بساز، پیش بت بری بگی بت هم انسان بد نبوده، بت مثلا اشخاص خوب بودن مجسمه‌اش ساختن، پس پیش از اون مجسمه یا پیش عکسش یا پیش یک شخص بری باش بگی تو وسیله من در فلانی جا شد. این حال از این خاطر اهمیت این موضوع و مشکل از این موضوع در همینجا ایجاد میشه و بسیاری وقتی که سر از این مسائل جر و بحث بعضی دوستا مثلا بحث میکنن، احیانا برای ما زنگ میزنن یا تلفن میکنن، متاسفانه از احساسات کار میگیرن. احساساتش معنایش است که والله اگر گفتی که من با شخص پیغمبر توسل نمیکنم که ای پیغمبر خدا تو مرا در قبر هستی یا در آخرت هستی، من برم به قبر پیغمبر بگم که به می شخص پیغمبر و می روی پیغمبر به می فلانی پیغمبر خدایا مرا ببخش، این حال وقتی که نمی کلمات چیز که اونا تو یک قسم احساساتی فکر میکنن والا اینا به پیغمبر ادب نمیکنن یا به پیر ادب نمیکنن یا عالم دوست ندارن. دوست داشتن و احترام به یک شخص علیحده گپ است و چیزی که مربوط به شریعت و دین میشه و علیحده گپ است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیغمبر ماست، بهترین اشخاص است، از ما که در رتبهش بسیار بلند است، ما به او احترام داریم و به او ایمان داریم و به این که پیغمبر خدا است ایمان داریم، برای ما قرآن آورده، احادیثش تطبیق میکنیم، سنتش تطبیق میکنیم، اما شخصش پرستش نمیکنیم. اما خدای ما نیست، پیغمبر ما هست، اما رتبه خدایی را و صفات خالقه ایره برش نمیتیم و با پیغمبر خود اتو معامله نمیکنیم مثل که بت پرستا به همراه اونمو بت خود میکنن که میگن ای ما رو میبرسانه به خداوند. ما این کار نمیکنیم، ما با مو شکلی که خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما هدایت دادن و قرآن عظیم الشان ما را هدایت داده، مطابق هدایت قرآن و مطابق هدایت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عمل میکنیم. اینی هست نقطه مهم و چیز مهمی در مسئله توسل و وسیله. از این خاطر به خاطر که این کلمه فهمیده شود، سه کلمه است، یکی وسیله هست و یکی توسل است و یکی تقرب است. این سه کلمه ارسش در قرآن عظیم الشان ببینیم که چه قسم در قرآن و در احادیث آمده و علما و مفسرین و علمای قبل از ما و شما، علمای 3 قرن اول که اسلام نسبت به ما خوبتر میفهمیدن، کلمات خوبتر میفهمیدن، دین خوب میفهمیدن، صحابه کرام، تابعین و تبع تابعین، میبینیم که اون مفسرین کرام که مفسر قرآن هستن، قرطبی دیگه مثلا اینی علما، میبینیم که اونا چی گفتن و اونا چی تفسیر کردن. ما نه این قسم نشه که تفسیر احساساتی خود در نظر بگیریم و به اساس از اون ما چی کنیم، بگیم والا صاحب این ما نظر ما ایگه، پس نظر افراد در اینجا اعتبار ندارد، آنچه که قرآن میگه و سنت میگن. به این خاطر حالا میبینیم که مثلا کلمه وسیله در قرآن آمده و مفسرین اینو چه قسم تفسیر کرده. این قسم باید فهمیده شود. یک کلمه در قرآن آمده، پس این علما و مفسرین و علمای عقیده و علمای تفسیر در طول 10 قرن، 12 قرن، 14 قرن و چه قسم تفسیر کرده. این مهم است. اما نه که مثلا ما 14 قرن بعد بگیم ولی این کلمه این معنا را میده، ما به این معنا گرفتیم. ما از این خاطر اینال اول آیت شریفی که در قرآن عظیم الشان آمدن در سوره مائده آیت 35 است. در سوره مائده آیت 35 در آیت شریف الله سبحانه و تعالی میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. ایان کسانی که شما ایمان آورده اید از الله بترسین، یعنی تقوا بکنین، وابتغوا الیه الوسیله و بر الله وسیله طلب بکنین. خب اینجا ببین کلمه وسیله آمد که شما وسیله طلب بکنین و جاهدوا فی سبیله و جهاد بکنین در راه الله لعلکم تفلحون، شاید که شما کامیاب شوین. نزدیک بعد از وسیله کلمه جهاد آمد و جاهدوا فی سبیله. پس خود قرآن یکی از وسایلی که انسان به الله نزدیک میسازه چی ده گفته؟ جهاد و جاهدوا فی سبیله. در خود آیت قرآن است. از این خاطر وقتی که آیت بسیاری وقتا کسایی که مطابق اغراض خود تفسیر میکنن
آیت یک کمکش میگیرن، کم دیگهش ترک میکنن. یک شاعر عربی میگفت الله قال فی القرآن لا تقربوا الصلاة و نحن لا نصلی. گفت الله در قرآن گفته که ولا تقربوا الصلاة، این ما هم مطابق امر خداوند میکنیم، ولا نصلی، نماز نمیخوانیم. این مردمایی که میای ما رو محکم میگیرن و میگه که چی هست شما نماز بخواین، این یا مخالفت با چی میکنن؟ با قرآن میکنن. این حالی شاعر فاسق است و بی نماز است. آیت قرآن چی گرفته؟ لا تقربوا الصلاة، به نماز نزدیک نشین. اما اگری ما بعدش بخونه گفته لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، شما در وقتی که نشه باشین برای نماز نزدیک نشین. باز آیت دیگه قرآن میگه و اقیموا الصلاة، نماز بخوانین. او را نگرفته و این آیت هم چی کرده؟ همونطور مقطعی یک قسمتش گرفته. این باز جای دیگه میگه که الله لم یقل فویل لغیر المصلین بل قال فویل للمصلین. میگه در قرآن شریف نگفته که سر عذاب نمازخانه عذاب نیست، در قرآن خود گفته که فویل للمصلین، شدت عذاب از برای کی؟ به نمازخانه. این حالی چی کرده؟ ایده نمیخوانه که فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، شدت عذاب از بر از اون نمازخانه‌ای که از نماز خود چی هستن؟ بی خبر است. یک وقت میخوانه، 3 وقت نمیخوانه. این حالی اگر آخر شام میخوان سرجی خود بیخی عذاب خدا بود، بازی چی میکنن؟ به خاطر اونمو نظر باطل خود استدلال و استنباط میکنن. پس این حاله یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو اتقوا الله، گفت ای مردم تقوا بکنین، و ابتغوا الیه الوسیله، و شما به الله چی کنین؟ وسیله بگیرین. و جاهدوا فی سبیله، این یکی از وسایلی که انسان با واسطه از خدا به الله تقرب یا نزدیک میسازه چی است؟ جهاد در راه الله هست. لعلکم تفلحون. خود این آیت سوره مائده آیت 35. در آیت شریف دیگه چی میگه؟ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله، کسایی که دعا میکنن اونا به پروردگار خود وسیله میگیرن. ایهم اقرب، کدامش اینا را نزدیک میسازه، کدام یکی از اینا نزدیک هستن. و یرجون رحمته، و امیدوار هستن به رحمت الله. و یخافون عذابه، و اینا میترسن از عذاب الله. رحمت الله را و از عذاب الله که میترسن، این الپسان مفسرین با چی بگن ترجمه میکنن؟ ان عذاب ربک کان محذورا. یعنی خب این سوره آیت سوره اسراء آیت 57. اینال تمامی مفسرینه که بغیر از یگان مفسره که شاذ یا نادر یا سخنای چیز داشته باشه، تمامی تفاسیر که من دیدم حتی در کل مذاهب اسلامی و حتی کسایی که مثلا در مذاهب اهل سنت هم نیستن، غیر از اونا هم کلگی مفسرینشان امی وسیله را چی ترجمه کردن؟ مفسرین کلگی میگن که ای چی هست؟ میگن که وسیله عبارت از چی است؟ قربت و نزدیکی با الله هست با اعمال صالحه. کل مفسرین چی گفته؟ قربت و نزدیکی به الله هست با توسط چی؟ اعمال صالحه. اینا یکی دلایلش من براتون میگم که با شما مثلا قتاده رحمه الله که از جمله تابعین است یا تبع تابعین است والله اعلم، در تفسیر چی میگه؟ در تفسیر آیت شریف چی میگه؟ میگه وابتغوا الیه الوسیله. وابتغوا الیه الوسیله چی میگه؟ ای تقربوا الیه بطاعته والعمل بما یرضیه. اینا کسی که عربی رو خوب میفهمه معنای گپ پذیر میفهمه. چی میگه؟ میگه وابتغوا الیه الوسیله را علامه قتاده رحمه الله چه قسم تفسیر میکنه؟ میگه تقربوا الیه، میگه معنای وسیله ای به معنای تفسیر میکنه، میگه یعنی معنای وسیله چی است؟ تقربوا الیه بطاعته، شما نزدیک شوین به الله با چی؟ با اطاعت از الله. والعمل بما یرضیه، و عمل کردن به چیزی که الله را راضی میسازه. پس این وسیله رو چی ترجمه کرد؟ نزدیک شدن به الله با کاری که الله رو چی میسازه؟ راضی میسازه. این یک معنای وسیله هست. اینجا نام کدام شخص گرفته شده؟ خب این موضوع را که علامه قتاده گفته، این در تفسیر جامع البیان فی تأویل القرآن تالیف محمد ابن جریر ابو جعفر طبری، امام طبری را نقل کرده، جلد 10 صفحه 291.
علامه ابن جریر طبری خودش چی میگه؟ این خود قول قتاده را رقم میگه وابتغوا الیه الوسیله. تفسیر طبری یکی از تفاسیر معتبر است که چندین قرن پیش این تالیف شده و از این علما استفاده میکنه و بسیار تفسیر معتبر است. کسایی که مثلا درس خواندن و مثلا رشته شرایط ماستری دکترا اینیا رو خواندن کلشان از تفسیر طبری استنباط میکنن، استدلال میکنن و یکی از تفاسیر معتبر است. بنابر استفاده میشه، قول ازی گرفته میشه. ابن جریر طبری، علامه ابن جریر طبری در تفسیر خود چی میگه؟ در تفسیر وابتغوا الیه الوسیله میگه وحققوا ایمانکم و تصدیقکم ربکم و نبیکم بالصالح من اعمالکم. بالصالح من اعمالکم چی معنی؟ وحققوا ایمانکم یعنی میگه شما محقق بسازین، استوار بسازین ایمانتان را، و تصدیقکم ربکم و همچنان تصدیقتان که شما به ربتان تصدیق دارین، به او باور دارین. چی میگن؟ و نبیکم و ایمانتان و باورتان و تصدیقتان به پیغمبر چی کنین؟ به صالح من اعمالکم. امی که تو میگی من مؤمن هستم، امی که میگی من تصدیق دارم، میگه امیر تو چه قسم برای مردم ثابت میسازی و در روز قیامت ثابت میسازی که تو مسلمان واقعی و متدین حقیقی هستی؟ میگه اینمی وابتغوا الیه الوسیله. چی میگه تو؟ میگه اینمی رو تو تحقیق بساز با چی؟ به صالح من اعمالکم، توسط چی؟ اعمال صالحیتون. این قول ابن جریر طبری هست. خب وابتغوا الیه الوسیله سکو چی میگه؟ و میگه برای زمین کار شما چی بگیرین؟ وسیله بگیرین. چی معنی وابتغوا؟ یقول واطلبوا القربة الیه بالعمل بما یرضی. این کلمه وسیله را تفسیر کرد. واطلبوا و طلب بکنین القربة نزدیکی را با الله، الیه با الله، بالعمل بما یرضی با آنچه که الله را، با عملی که الله را راضی میسازه. عملی که الله را راضی میسازه این سبب قربت و نزدیکی تو میشه. اما ای که مثلا بت پرستا پیش بت میرفتن میگفتن ما پیش از این بت میریم، این شخص بسیار خوب بود، بسیار آدم خوب بود، این ما را یقربون الی الله زلفا با آیت قرآن میگه. پس فرق بین موحد و بت پرست در چی است؟ که بت پرست پیش این بت میره یا پیش قبر از این بت میره یا پیش این شخصی بت میره که تو بگی مرا دست مرا بر پیش خداوند نزدیک بساز. اما وابتغوا الیه الوسیله که از موحدین و یکتا پرستا و قرآن شناسا هست، او چی است؟ وسیله تقرب جستن به الله با واسطه چی است؟ اعمال صالحی خود انسان است. خب این شد قول ابن جریر طبری. و تفسیر طبری اصلا مشهور از به نام تفسیر طبری، لکن نام اصلیش جامع البیان فی تأویل القرآن. نامش است جامع البیان فی تأویل القرآن. اینو میگه در کجا گفته؟ در جلد 8 صفحه 403. خب این شد قول ابن جریر طبری. از دیگه مفسرینی که بسیار شهرت دارن و قولش معتبر است و علما از او استفاده میکنن و در مراکز تحقیقات اسلامی از او استفاده میشه، تفسیر ابن کثیر است. علامه ابن کثیر تفسیرش بسیار معتبر است. خب علامه ابن کثیر این چی میگه؟ این میگه در تفسیر خود میگه عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما. ببین عبدالله ابن عباس مفسر قرآن است به شهادت رسول الله صلی الله علیه وسلم. صحابی است که مفسر قرآن است، در بین صحابه بسیار شهرت داشت. هنال عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما چی میگه؟ میگه وسیله را به معنای تقرب به الله تفسیر نموده است که تو چه قسم خدا به الله نزدیک بسازی. و خود علامه ابن کثیر چی میگه؟ میگه تقرب زمان حاصل میگردد، تقرب و نزدیکی به الله چی معنی؟ زمان حاصل میگردد که کسی اوامر الله سبحانه و تعالی را مطابق طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام دهد. فهمیدین؟ یعنی علامه ابن کثیر این تفسیر خود میگه که وسیله به معنای تقرب است. اینو میگه عبدالله ابن عباس گفتن. آل میگه تقرب به الله چه قسم حاصل میشه؟ میگه تقرب به الله وقتی حاصل میشه که اوامر الله را مطابق طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام بدی. اوامر الله را با کدام طریقه؟ با طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم.
لا اله الا الله محمد رسول الله. حالا ما کسی میگه شما اهل طریقه هستید؟ میگه بله ما اهل طریقه هستیم. شما اهل طریقت هستید؟ در افغانستان طریقت میگن. بله ما اهل طریقت هستیم. با طریقه کی هستین؟ ما میگیم لا اله الا الله. طریقه ما چی است؟ محمد رسول الله. پس لا اله الا الله هدف دین شد. به هدف دین از کدام طریقه میری؟ محمد رسول الله. پس ما اهل طریقت هستیم، لکن به طریقه کی هستیم؟ به طریقه و روش و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر دیگه طریقت ها اساس خود از رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته، پس نامش چرا تغییر میدی؟ خب کل ما شاگرد رسول الله صلی الله علیه و سلم باشیم، خلاص هیچ مشکل نداریم. اگر بازی طریقه مخالف طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم است، باز مخالف طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم کس قبول نمیکنه. اینال مسلمان اهل طریقت هست. طریقت چی رو میگه؟ راه، روش، سنت، سیرت. پس ما به راه، روش، سنت و سیرت کی بریم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. از این خاطر ابن کثیر رحمت الله علیه چی میگه؟ میگه که تقرب به الله چه وقت حاصل میشه که انسان اوامر الله را به کدام طریقی انجام بده؟ به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم. من نماز میخوانم، به طریقی کی نماز باید بخوانم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر من نماز خواندم به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم، نمازم قبول است. اگر من نماز خواندم به طریق خودم، نمازم باطل است. یکی نماز خواندن به طریقه مردم افغانستان است، یکی نماز خواندن به طریقه کی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. یکی ازدواج عروسی کردن به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم است، یکی عروسی کردن به طریقه مردم افغانستان است. به طریقه مردم افغانستان عروسی چه قسم است؟ که خوب داماد خفک بکو، خوب از پیشش پیسه بگی، دخترت بفروش به نام شیربها 3-4 لک روپیه بگی، از پیسه نمی بی غیرتی باز حج برو. این عروسی مردم افغانستان. و در بین عروسی که سنت رسول الله صلی الله علیه و تطبیق میشه، در بین از یک تمام منکرات و بدبختی ها باشه. اما طریقه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چه قسم است؟ که پدر دختر برای بچه دختر خود نکاح میکنه، میره نکاح هم در مسجد میکنه، نکاح. اما چند نفر که نکاح بسته میکنن 6 تن و در مسجد 6 تن نکاح بسته میشه، عروس برای داماد تسلیم میشه، دامادی رو میبره به خانه خود. فردای این روز داماد فکر میکنن. سعی کنین. فردای این روز داماد چی میکنه؟ فکر میکنه. عروسیش خود تیر شد نه؟ نکاح کرد. تویش هم شد. عروس خودم برد. بعد از این صبح از این روز که داماد دیگه اعصابش آرام است، باز فکر میکنه من ولیمه بکنم یا نکنم. اگر کدام گوسفند یافت میره 6000 یا 7000 بره، یک دونه گوسفند میخره، میای ذبح میکنه، دوستای خود خبر میکنه و غریبا و پیسه دارا را به این سبب که امروز نکاح فلانی هست. و اگر نداشت، چون اونا مسلمان بودن، چون در زمان پیغمبر هم واقعا مسلمان بودن. مسلمان پیغور و تانه، به پشتو پیغور میگن و فارسی تانه. پیغور و تانه مسلمان نمیتن. من خبر شدم فلانی خان عروسی کرد، عروسی که اولا نکاح بسته کردم، مبارک باشن. اما ای که باید نه تو باید 200 نفر در هتل نان بدی، این به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. از این خاطر بعضی کسایی که میگن ما رو دعوت میکنن، والا ما رو بسیار مجبوریت میبرن، میگه عروسی اسلامی است. چیز عروسی اسلامی ساز نداره. اما اینمی سون قواری همی عروسی والایی که اسلامی کرده، سعی کنی آنقدر مغرور است، آنقدر متکبر است که یک ساز ناورده دیگه چیز فسادا که است کلش کردن. کلش کردن. دروغ میگه که عروسی اسلامی. اون روز من یک جای رفتم گفتم برادر نام از عروسی اسلامی نمونید، بگوین عروسی دعوتی. یعنی در عروسی قبلی شما 100% به حیایی بود، گناه بود، در عروسی 20% کم شده، یعنی سازنده و رقص نیست. اما 80% اسراف است، تبذیر هست، مصرف پول. چطور مسلمان مثلا میگه ما عروسی اسلامی میکنم و در یک هتل بسیار هتل که 700 یا 800 یا 1000 پخ ازای ازی هست، والله ما جای نداریم. اینو هم دروغ میگه، ما جای نداریم. اگر جای نداری به اینجا خیلی مسجد آبه سبان دا پسر جای دیگه هم است، اینه میگه صاحب همو 3 لک روپیه را نمان 50,000 روپیه را تو نان پخته که ببین که کل غریبا را خبر کن، برو در پیش پول خشتی اونجا پخته کن. حالا اگر خواسته باشی غذای 100 روپیه را در یک هتل فرمایش بیتی،
50,000 پر که تو صدر پگی غذا بخری، هر غریب که آمد برش بده چی گپ است؟ ولیمه است مبارک. از این خاطر ابن کثیر رضی الله تعالی عنه چی میگه؟ این قاعده را حفظ بکنین. تقرب چی را میگه؟ عمل کردن به اوامر الله به طریقه رسول الله. میخوای خدا به الله نزدیک بسازی؟ اینه می رایش است. اینه علامه ابن کثیر میگه. از این خاطر چی میگه؟ میگه الله سبحانه و تعالی میگه فذکرونی اذکرکم، شما مرا یاد کنین تا من شما را یاد کنم. واشکرولی ولا تکفرون، و شکر مرا بکنین و شما کافر نشین. باز علامه ابن کثیر چی میگه؟ و شکران نعمت زمان انجام میشود. سعی که چه خوب قاعده میده، یا علما هستن یا خو میفهمیدن یا خو اما تو قرآن پرزه بر ما تشریح میکنن. علامه ابن کثیر چی میگه؟ میگه و شکران نعمت زمان انجام میشود که با هر عضو بدن عبادت مخصوصان ادا گردد. خوبی این قاعده ابن کثیر حفظ کنین. چی میگه؟ شکران نعمت زمانی انجام میشود که با هر عضو بدن عبادت مخصوصان ادا گردد. اینا اینجا دو قاعده بود نه؟ دو قاعده. یک قاعده اولی چی شد که نزدیکی به الله چه قسم حاصل میشه؟ کی یاد گرفت؟ عمل کردن. باش ما دو سوال عمل کردن به اوامر الله به طریقه رسول الله. والله دمی درس اگر این دو جمله رو شما یاد بگیرین، من استاد پیروز هستم، شما مگه شاگردان باشین 100 نمره میتونه. خب و شکر نعمت چه قسم حاصل میشه؟ چی گفت؟ شکر نعمت چه قسم حاصل میشه؟ آفرین، به واسطه هر عضو عبادت مخصوص آن. کی میتونه این دو جمله رو برام دو سوال جواب بگه؟ نزدیکی به الله چه قسم حاصل میشه و شکر نعمت چه قسم حاصل میشه؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. نزدیکی به الله و توسط اعمال صالحه به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم. تطبیق اوامر الله تو بگو. تطبیق اوامر الله به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم. شکر نعمت چه قسم حاصل میشه؟ شکر نعمت به چیز توسط هر عضو عبادت هم عضو انجام داده. مثلا که چشمت عبادت چشم بکنی شکر چشم کردی. که چشمت فیلم هندی سال کردی، رقص سال کردی، کفران نعمت. یکی شکران نعمت است، یکی کفران نعمت است. شکر نعمت چه قسم حاصل میشه؟ که به واسطه هم هر عضوت عبادته. عبادت چشم چی است؟ که تو به قرآن نظر بکنی، به نامحرم نظر نکنی، با چشمت مثلا درس بخوانی، مطالعه بکنی، آنچه که به نفع تو از استفاده کنی. خب شکر نعمت. اگر این نکردی کفران نعمت میشه. اگر این نکردی چی میشه؟ کفران نعمت میشه. خب اینا رو بگو تقرب به الله چه قسم حاصل میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تقرب به الله قسم حاصل میشود که اوامر الله جل جلاله را به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام بدیم. تقرب به الله پیدا میشه. یعنی اگر میخوایم خود به الله نزدیک بسازیم چی باید بکنیم؟ اوامر الله را به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام بدیم. اوامر الله را به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام بدیم. اینو میگن نزدیکی به الله. خب اگر تو میخوای که شکر نعمت های الله را بکنی، شکران نعمت چه قسم حاصل میشه؟ شکران نعمت قسم حاصل میشه که با واسطه هر عضو بدن عبادت امو مخصوصش که از با واسطه امو هر عضو بدن عبادتش انجام بدیم. مثلا که چشم هر عضوت اما عبادت مخصوصش انجام بدیم. گوشت تو عبادت داره؟ بله. گوشت چی عبادت داره؟ وقتی قرآن بشنویم، مسائل دین بشنویم، یه عبادت میشه. اینا کسایی که غیبت میشنوه این کفران نعمت میشه. نه شکران نشد. از این خودم کسی که غیبت میکرد بگو استاپ بی کوایت. چی غیبت از شروع کردی برام؟ ما را در غضب خدا گرفتار نکن. چرا که وقتی گوش میگیری بعضی کسا غیبت گوش میگیره میگه ما غیبت نکردیم. گوشه که تا چی استعمال کردی؟ در کفران نعمت. پس تو چرا وجوانا مقابل اجازه دادی که غیبت بکنن؟ شاباش دیگه. السلام علیکم و رحمت الله. الحمدلله الصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم.
وقتی ما میخوایم که خود به الله جل جلاله نزدیک بکنیم، اولی است که تطبیق نمودن اوامر الله جل جلاله و عمل کردن به اوامر الله جل جلاله موافق و مطابق با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. دوم، وقتی که ما میخوایم شکران نعمت زمانی انجام می شود که با واسطه هر عضو بدن ما عبادت مخصوص هر عضو بدن ما را انجام بدیم. اینجا گفت که تقرب به الله که نزدیک میشه. این حالی یک کسی یک طریقه، یک روش، یک سیستم نو جور میکنه، یک کار عبادت، یک عبادت از دل خود جور میکنه که به طریقه رسول الله صلی الله علیه و آله نیست. رسول الله صلی الله علیه و آله نکرده می کاره. این حالی خودش فکر میکنه من به الله خدا نزدیک کردم. این به الله نزدیک میسازه یا دور میسازه؟ دور میسازه. از این خاطر کسایی که علم ندارن، قرآن شناس نیستن، شیطان یا تو مغرور میسازه که تو ده حلقات درس اشتراک نکنی، به درد نمیخوره. درس عقیده به مفهوم است. تو برو دعوت بکن، اما وقتی که دعوت بدون علم کرد به اسلوب خود میکنه. به اسلوب کی میکنه؟ به اسلوب طریقی خود میکنه. تقرب حاصل شد یا دوری؟ به الله نزدیک شد، از الله دور شد. چرا؟ اگر من به طریقه خود یک کار میکنم، معنایش این است که خیمه از پیغمبر کده بهتر میفهمم دیگه. صحیح نه؟ اما اگر من میگم نه، من شاگرد رسول الله صلی الله علیه و آله هستم، پس باید در مکتب رسول الله صلی الله علیه و آله داخل شوم، یاد بگیرم، بعد از او بخیزم راه و روش رسول الله را بر دیگران یاد بدم. متوجه از این نقطه شدین؟ یعنی بسیاری وقتا حتی دعوتگرای ما متاسفانه یک غرور شیطان در بین از اینا داخل میکنه و خرابترین غرور مردمای دیندار است. احیانا یک عالم به خاطر از اینکه من عالم هستم در جای بلند ششم، دیگه در پایین ششم، این برای تو یک غرور حاصل میشه که حتی به بسیاری کسا سعی دست نمیته، نوکه که دست خودم میته و یا منتظر هر کس که آمد دست من ماچ کنه، این قسمی دست خدا گرفته. یک جای رفتیم دیگه مردکم تو دستش ماندم، گفتم چی شاخ بز خود نیست که قسمی گرفتی، من ماچ نمیکنم، یا تو زور اجرات کی کیس کی آوردین. صحیح نه؟ اینه میگه دست خدا برای مردم میده که ماچ کو، این از چی میشه؟ از غرور میشه. از این خاطر میگه بعضی اوقات غرور با لباس نو میشه، لوکس. احیانا غرور با لباس چی میشه؟ کهنه میشه که من از دیگه که تقوا زیاد دارم، از این خاطر من این جنده را پوشیده، من یه خنایم کج است و لنگی مومی قسمی کجا مانیم. چرا؟ من ملنگ هستم، فقیر هستم، تقوایم از دیگه که بیشتر است. رسول الله صلی الله علیه و آله لنگی خودی قسم میمان، این لنگی خودی قسمی میمانه. پس با این لنگی کج ماندن عبادت ازی میشه؟ نمیشه. از این خاطر وقتی ما میخوایم که عبادت الله را بکنیم، وقت تقرب به الله حاصل میشه که به طریقه کی بریم؟ چون الله برای ما رسول الله صلی الله علیه و آله معرفی کرده. الله گفته که ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، نگفته فی استاد عبدالظاهر الداعی یا فی فلان شخص یا فلان شخص. مرا اسوه نگیر. افغانستان مردمش که تکت شدن ضربش خوردن، علت چی بود؟ که یک نفر یا یک رهبر سیاسی رو او رو اسوه خود گرفتن. دیگر روز رهبر سیاسی رو خارجی خرید. صحیح نه؟ این اصحابی شاگرداش هم کاتش چی شدن؟ فروخته شدن. اما اگر رسویت رسول الله صلی الله علیه و آله بگیرید هیچ وقت مشکل پیدا نمیشه، چون رسول الله صلی الله علیه و آله الله اونمو قسم تربیه کرده بود. صحیح شده؟ اونمو قسم تربیه کرده باش، او تربیه الله بود. ما تربیه فامیل خود هستیم، تربیه خانواده خود هستیم. این حالا کس ما را اسوه میگیره، ما معصوم نیستیم، اشتباه پیدا میکنن. پس علامه ابن کثیر برای ما درس داد که وابتغوا الیه الوسیله. برادر عزیز چی هست؟ که وسیله نزدیکی به الله هست و نزدیکی با الله چی قسم حاصل میشه؟ فرمول میده. دین کلش فرمول هاست، مثل که در ریاضی فرمول است. تو میگی سعی من متخصص ریاضی هستم، میگی پیش کدام پانتون خواندی، کدام فاکولتی ریاضی رو خواندی؟ نه صاحب نخواندیم، اما تو رفتیم یک چند روز ملنگی کردیم ریاضی دان شدیم. دروغ میگن، دو رجع که دو جمع کردن نمیتاره. اینال در دین هم همین قسم است. پس علامه ابن کثیر که متخصص قرآن شناس است و قرآن چندین مرتبه خوانده و تحلیل کرده و میفهمه، میگه بله وابتغوا الیه الوسیله معنایش است که شما خدا به الله چی کنین؟ نزدیک بسازین. لکن به الله چه قسم نزدیک میشیم؟ که ما اوامر الله را به طریقی که رسول الله صلی الله علیه و آله انجام بدیم. یک
و ما میخوایم که همین از اعضای بدن خود شکر الله را بکنیم. میگه شکر الله چه قسم حاصل میشه؟ تو نمیشه خدایا شکر 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 تو بیار یک بوتل شراب، خدایا شکر شکر اینم معطن میپرته میونه شکر نشد. میگه شکر الله را که میکنی هر عضو بدنت باید مطابق امر الله چی شه؟ زبان عبادت های مخصوص خود داره. زبان عبادت های مخصوص خود داره، چشم عبادت های مخصوص خود داره، گوش عبادت مخصوص خود داره، قلب عبادت مخصوص خود داره، دست عبادت مخصوص خود داره، مغز عبادت مخصوص خود داره، پای، یعنی هر عضو بدن تو. حتی میگه تسبیح نپرتو. چرا علما میگه از تسبیح کردن یه قسمی سری من تسبیح میپرتم که باز من نگو که چطور است چرا است. مثلا من میگم سبحان الله سبحان الله سبحان الله، میخوایم 100 دفعه قدازی استاپ کنم. این تسبیح کلکولیتور است، ماشین حساب است. اما میگه اینمی حسابت این قسم اگه بکنی همین اعضای بدن تو در عبادت میشه. این قسم بگو سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، چی شد؟ همین کلک در کجا رفت؟ همین هر قسمت بدنت رفت. پس هر عضو بدن تو چی کردن؟ عبادت کرده، شکر الله شد. اینا بعضی وقت کدازی که شکر تسبیح که تو کردم نه چند عضو بدن شکر کرد، این نگاه کی دیگه کلش رفت دی تسبیح. اما کتی انگشتان کنیم کلی چی میشه؟ کل اعضای بدن چی میشن؟ در عبادت شامل میشن. پس وقتی که تو عضو بدنت ساعت دست راست بسته میکنی نه؟ من چرا ساعت من دست راستم بسته کردیم؟ به خاطر که رسول الله صلی در کارهای خوب چی را خوش داشت؟ سمت راسته. بوت خود از کدام پای چپ خدا میپوشید یا راسته؟ پس رسول الله صلی بوت خدا کت پای راست میپوشید. صحیح نه؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که غذا میخورد که دست راست میگرفت یا که دست چپ؟ که دست راست میگرفت. شیطان که دست چپ او مینوشه و که دست چپ چیز میکنه. پس ایناله حتی وقتی که ساعت حال پیدا شد اگه در اصل رسول الله هم ساعت میبود، رسول الله هم ساعت خود دست راست خود بسته میکرد دست چپ. حدیث شریف میگه رسول الله هم در کل کار چی رو خوش داشت؟ تیامونه. صحیح نه؟ پس اینه میرم که دست ساعت هم که دست راست بسته کردی چی کردی؟ حداقل هم عبادت دست انجام دادی. یعنی یک کار خیری را در نیتت است که به طریق کی میکنی؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میکنی. وقتی که تفلک سر شانهت میگیری عبادت شانهت شد نه؟ رسول الله صلی الله علیه و حسن حسین در کجا بالا میکرد؟ سر شانهش. پس اینا بعضی پدرکلاناس که نواسیش برش نزدیک شدن نمیتونه. برو کوب شوی. صحیح نه؟ صوتی جمعی پیش از نواسی خودم میدوانه. پس این پدرکلان به طریق رسول الله صلی الله علیه و نیست، شانهایش به عبادت مونده. از این خاطر اگر پدرکلان که نواسای خود سر شانه خود بالا کرد، این به طریق کی زندگی کرده؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم است. متوجه شدین یعنی؟ خب صاحب تفسیر منتخب چی میگه؟ این هم در وابتغوا الیه الوسیله چی میگه؟ میگه واطلبوا و طلب بکنید ما آنچه را که یقربکم الی ثوابه. یعنی وقتی که آیت شریف است تفسیر منتخب چی میکنه؟ تفسیر میکنه میگه واطلبوا ما یقربکم الی ثوابه. میگه شما چیزی را طلب بکنین. وابتغوا الیه الوسیله چی معنی؟ میگه معنیش است که شما چیزی را طلب بکنین که شما را به ثواب الله نزدیک میسازه. از چی است؟ من فعل الطاعات والخیرات، از فعل طاعات و نیکی ها. امی کلمه خیرات هم در افغانستان چی کردن؟ تغییر دادن. خدا انصاف بده مردم افغانستان. خیرات به معنای چی است؟ نیکی هاست. در اینجا چی رو میگن خیرات؟ خیرات نیکی هست، نیکی ها. نماز بخونی در جمله خیرات است. برای یک فقیر یک در بدی خیرات است. برای فقرا کمک بکنی خیرات است. برای یک یتیم لباس بدی خیرات است. در افغانستان کلمه خیرات چی کردن؟ گفتن خیرات. What is the meaning of خیرات؟ در افغانستان گفتن که خیراتی است که خود در وادی روز 2 3 و 40 شوجمگی به مردم نشان بدی. اینجا خیرات تکبر به چی ترجمه کردن؟ به خیرات. ما خیرات داریم. اصلا اون در شریعت چی میگن خیرات مردم افغانستانه؟ تکبرات. اینا چرا برنج زیاد پخته کردی؟ چرا خوب 7-8 قسم غذا آوردی؟ چرا شب و جمعگی کردی؟ میگه خیرات کردیم. آیا رسول الله هم روز 2 کس فوت کرده بود کرده؟ نه. در می احادیث بخواین روز دید و مرده در زمان رسول الله هم صحابه رواج نداشت. روز 2 روز 3 هست؟ نیست. شب و جمعگی هست؟ نیست. 40 هست؟ نیست. پس کارا را کسایی که میکنه روز 2 روز 3 و شب و جمعگی و 40 که میگیره مخالف طریق رسول الله صلی الله علیه و است. وقتی که یک کار کردی مخالف طریق رسول الله صلی الله علیه و بود، آدم به الله نزدیک میسازه یا دور میسازه؟
این 30,000 مصرف کرد، خدا 30,000 متر از الله چی که ساخت؟ دور ساخت. نمیفهمم آیا دمی مصرف که میگه نامش خیرات ماندن، این خیرات است، نیکی است یا تکبر است؟ میگه عبدالزادایم بسیاری کسی در یک منطقه ورود یک کس آمد گفت ما اسقاط بند کرده بودیم، اسقاط نمیدادن. گفت جنگ شد چند وقت بعد یک کسی بسیار خوب دیندار بود با تقوا گفت ما اسقاط نمیتونم، اسقاط ما ندیدیم، نه رسول الله هم اسقاط کرده و نه صحابه کرده و نه حضرت عمر کرده. بعضا میگن نه در زمان عمر دادن قرآن شریف دور دادن. در زمان عمر رضی الله عنه قرآن شریفی که دور دادن و قرآن شریفایی بود که در پست و دیگه پا نوشته شده بود. من نمیفهم که 40 سیر وزن ازو بود، 50 سیر وزن ازو بود دیگه. من نمیفهم که چطوری 50 سیر در لوحه ها که نوشته است. نه پس متوجه هستین؟ سر عمر رضی الله عنه تهمت میکنن. حال میگه در زمان عمر رضی الله عنه یگان تا میگه که امی قرآن شریف دور داده شده. اینا اگر عقلا آدم سوال کنه که اما قرآن شریفی که در زمان عمر رضی الله عنه بود این تو تخته سنگ نوشته شده بود، مثلا یک سوره دیگه در پوست شتر نوشته شده بود، یک تخته دیگه در استخوان شتر. همین قسم میگه تا زمان بازی که مثلا در زمان ابوبکر صدیق که کلش جمع کردن در خانه بی بی حفصه ماندن، باز در زمان حضرت عثمان باز کاغذی گپا پیدا کردن، باز این نسخه جور کردن به نام نسخه عثمانی بود. در زمان عثمان رضی الله عنه شد. اگه تهمت در زمان عثمان هم میکردن یک قسم توجیه داشت، لکن سر عمر من نمیفهم در زمان عمر رضی الله عنه دیگه همین پوچاقا و همین شانه شتر و همین تخت سنگار کلش آوردن. مولوی صاحب تو قبول کردیم و قبول کردم توی سنگ. این قسم یعنی یک تهمت دروغین. در این قضیه گفتن که ما اقناعت کردیم که این کدام کار نیست که در زمان رسول الله صلی الله علیه و شده باشه. این به شکل یک قسمی رو جور کردن که مقصد مردم جیبای خود پیسه پر میکنن از خاطر یگان پیسه میسه میگه. خب بگی یا بنکن. دیگر روز میگه جنگ شد و برش گفت او بی غیرت پدرت مرد، همه غیرت نداشتی که 10,000 پر اسقاط بکشی. گفت سر چی؟ سر دین آمد یا سر غیرت؟ گفت پس شروع کردن. والا اینجا غیرت ما چی میشه؟ صحیح شده؟ این حال بسیاری بدعت ها و توسط چی زنده میشه؟ توسط غیرت ها. به این خاطر صاحب تفاسیر مفاتیح الغیب چی میگه؟ مفاتیح الغیب هم یک تفسیر دیگه است از تفاسیر مشهور است. این حالی چی میگه؟ میگه اعلم بدان ان مجامع التکلیف محصورة فی نوعین لا ثالث لهما. میگه تمام تکالیف در دو چیز منحصر شده، سومی ندارن. احدهما ترک المنهیات. اول چی است؟ ترک چیزایی که ممنوع شده. آنچه که الله تعالی منع کرده ولی چی کنی؟ ترک کنی. خب و الیه الاشاره اتقوا الله. در آیه شریف چی گفته بود؟ اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. سبحان الله، این مفسرین کرام الله بر از اینا وقتی که آدم میخوانه بسیاری وقتا یک مغز خاص داده، یک استنباط خاص میکنه که آدم امی آیت 10 دفعه بخونه امی استنباط زیر آدم کشیده نمیتونه. این حالی چی میگه؟ میگه تمام شریعت که از در 2 نقطه هست و میگه این 2 نقطه در چی گفته شده؟ در آیت شریف گفته شدن. یکی ترک منهیات است که چیزایی که ممنوعات است، این ترک کنی. با چی گفته؟ گفته اتقوا الله، یعنی از الله بترس و به حرام ها نزدیک نشو. صحیح شد نه؟ در این آیت هم گفته یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. این مفاتیح الغیب چی میگم؟ میگه که اولش ترک منهیات است، اشاره شده در آیت قرآن که اتقوا الله، و دومش است فعل المأمورات است، انجام دادن آنچه که امر شده ای. اینه میگه چی گفته؟ وابتغوا الیه الوسیله. یعنی میگه کل دین در 2 کلمه در آیت اختصار کرده. کل دین چی است؟ ترک منهیات و عمل کردن به مأمورات. از آن چی که منع شدی او را ترک بکنی. اینو گفت یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، بترسید از الله و کارهای ممنوع را نکنین و اوامر چی کنین؟ وابتغوا الیه الوسیله. و ابتغوا الوسیله چی معنی؟ یعنی شما اوامر الله را چی کنین؟ تطبیق بکنین. خب صاحب تفسیر وسیله، این شما این مفسر میگید این تفاسیر از نام شخص آمده؟ نام زیارت آمده؟ نام قبر آمده؟ نامده. کلش عمل خود انسان است. خود قرآن چی میگه؟ میگه والعصر ان الانسان لفی خسر.
الله قسم میاد میگه که انسان در زیان نقصان است. خیلی زیان نقصان چه قسم خدا بکشیم؟ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پس سه چیز شد: ایمان، اعمال صالحه و دعوت. ایمانت جور کو، اعمال صالحه جور کو، جمع دو. اگر ایمانت خوب شد، خودت عقیده رو یاد گرفتی، اعمال صالحه تو هم جور کردی، و سوم شرط بازم الله تعالی مسئول قرار میده که باید دیگران را دعوت بکنی. اما کسی که میگه که ما با خوب و بد خلق جهان کار نداریم، ای والعصر را معنایشه نمیفهمه. چرا در والعصر سه شرط گذاشت: تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. این چی از دعوت است. خب صاحب تفسیر وسیله چی میگه؟ تفسیر وسیط یکی از تفاسیر است، میگه الوسیله هی فعیله بمعنى ما یتوسل به و یتقرب الی الله. میگه که انسان میخواد خدا به الله نزدیک بسازه، سعی کنین چی؟ من فعل الطاعات و ترک المعاصی. چی معنی من فعل طاعات و ترک المعاصی؟ یعنی اطاعت ها را انجام بده و معصیت ها را ترک بکنه. اینی وسیله هست. این دیگه آیت قرآن. تفسیر نصفی در صنف 13 و 14 ما در مدرسه همیره میخواندیم، سر ما مقرر بود در مضمون تفسیر نصفی را میخواندیم. صاحب تفسیر نصفی چی میگه؟ میگه استعیرت لما یتوسل به الی الله تعالی. میگه کلمه وسیله استعاره گرفته شده به آنچه که به الله خدا تو توسل میکنی، من فعل الطاعات و ترک السیئات، که تو اطاعت ها را انجام بدی و گناه ها را ترک بکنی. پس وسیله که در قرآن است اینمی هست. علامه شوکانی در تفسیرش چی میگه؟ والظاهر ان الوسیله التي هي القربه. میگه ظاهری است وسیله که قربت است، تصدق على التقوى و على غیرها من خصال الخیر. میگه ای صدق میکنه به چی؟ به تقوا و به دیگه کارهای نیک. التي يتقرب العباد بها الى ربهم، که توسط از اینا بنده ها به الله خود چی میشن؟ نزدیک میشن. این تفسیر علامه شوکانی است. علامه ابن تیمیه چی میگه؟ میگه فالوسیله التي امر الله بها ان تبتغي الیه و اخبر عن ملائکته و انبیائه. میگه وسیله که الله بر ما گفته که امر کرده که وسیله را شما بگیرین، و این وسیله را که ملائکه گرفتن و این وسیله را که پیغمبرها گرفتن، هی ما یتقرب به الیه. اینمی وسیله است که انسان خدا به الله نزدیک میسازه. از چی؟ من الواجبات والمستحبات، که تو اموری که بالای تو واجب است او را هم انجام بدی و اموری که بالای تو مستحب است او را هم چی کنی؟ انجام بدی. خب فهذه الوسیله التي امر الله المؤمنین بابتغائها تتناول كل واجب و مستحب. میگه این وسیله شامل چی میشه؟ کل واجبات و حتی مستحبات میشه. خب فالواجب والمستحب هو ما شرعه الله و رسوله. یک چیزی که ما میگیم واجب است و این میگیم سنت است، این میگیم مستحب است. میگه اون چیزی که الله و رسولش او را بر ما بیان کرده باشه و تشریع نموده باشه. فامر به امر ایجاب و استحباب. یعنی الله و رسولش امر کردن که اینی کارا بکنین به شکل واجبی و الزامی و اینی کارا بکنین به شکل استحبابی. پس اینی میگه ایچی وصل ذالک الایمان. میگه اصل از این خشی است. میگه اصل چی است؟ الایمان بما جاء به الرسول صلی الله علیه و سلم. اولین وسیله چی است؟ ایمان به آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم آورد. این اولش است. فجماع الوسیله التي امر الله الخلق بابتغائها هو التوسل الیه باتباع ما جاء به رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس چی است؟ ایمان میگه فجماع الوسیله، میگه کامل وسیله که خب همین کلمه وسیله را بر شما میگه دقیق همه کلش براتون یاد بتم که چی است. میگه فجماع الوسیله التي امر الله الخلق بابتغائها، که الله امر کرده مخلوقات که باید او را بگیرن چی است؟ هو التوسل الیه، توسل به الله هست، باتباع ما جاء به الرسول صلی الله علیه و سلم. توسل به الله توسط چی میکنی؟ با آن چیزی که رسول الله صلی الله علیه و آورده. رسول الله برای ما شما چند چیز ترک کرد؟ قرآن و سنت. خب لا وسیله لاحد الی الله الا ذلك. بر کس دیگه وسیله وجود نداره. این همین دو چیز وسیله است.
قرآن و سنت، عمل به قرآن و عمل به سنت رسول الله صلی الله علیه و آله. اینمی وسیله هست. خب اینمی قسم مفسرین کلمه وسیله را اینا در 4 نقطه بیان کردن. خلاصی کل گپ های از مفسرین چی است؟ که وسیله چی است؟ تقرب است به الله. اینمی تقرب و نزدیکی به الله با چی حاصل میشه؟ با سوره والعصر. با چی؟ سوره والعصر. والعصر ان الانسان لفی خسر. الله قسم یاد میکنه و میگه که انسان در چی است؟ در زیان و نقصان است. هر وسیله را که بگیری در زیان و نقصان است. الا الذين آمنوا، الا مگر کسی کار بکنه آمنو و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. به این خاطر علما میگن که وسیله که چی است؟ نزدیک ساختن به الله با چی میشه؟ با ایمان به الله میشه. ایمان به تمامی آنچه که قرآن و سنت بیان کردن، اعمال صالحه، عمل به اوامر الله و ترک ممنوعات الله. و کلمه توسل در احادیث چه قسم آمده؟ این ان شاء الله باز در هفته آینده میخوانیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.